مقامات تاجیک آن خبرها را که گویا میان تاجیکستان و قرقیزستان تبادل زمین صورت گرفته است رد کردند. این در حالی است که هر دو جانب پیشتر گفتند عوض کردن قطعه‌های زمین یکی از راه‌های اساسی حل مشکل مرزی بین آنهاست. کمیسی بین حکومتی در جمهوری قرقیزستان ولایت بادکان برگزار گردید و در این واخوری پروتکل هم به امضا رسید و گروه توپوگرافی وظیفه‌دار کرده شد که با هم واخوری گذرانیم و دوام همین خط سرحدی که نانوشته هست کارو دوام دهیم. عوضی زمین یا دیگر حالی یگان مراتب این خیلی عوضی زمین نشده است. علامتگذاری مرز بعد از درگیری آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت‌های دوشنبه و بیشکک شده است. برای معین کردن مرز آنها چندین واخوری گذراندند ولی جزئیات این نشست‌ها را شرح نمی‌دهند. سازشنامه بین دو دولت باید راهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یکدیگر معلومات پوره دقیق دیند. شما میتوانید رسانه‌های خبری از راهبرای اول در وقت ضروری معلومات دقیق خود را پیدا نمایید. از صحبت‌های رئیس کمیته زمین معلوم بود که حالا مشکل علامتگذاری در مرز تنها با قرقیزستان باقی مانده است. عارف خواجه‌زاده از جمله خبر داد که معین کردن خط مرز با ازبکستان تقریباً به انجام رسیده است. 1319 کیلومتر علاقه پوره که خط سرحد با ازبکستان معین کرده. در مجموع اگر 1326 کیلومتر باشد از اون 319 کیلومتر علاقه کارهای دیلیمیتاسیونی به انجام رسانده شده. 319 کیلومتر باقی مانده نقطه‌های به هماهنگی بین قرقیزستان و ازبکستان تاجیکستان باقی مانده است که نسبت این مسئله علاقه ما سنی یکم تا 3 مای در جمهوری ازبکستان فرغانه واخوری گذشت و این نسبتی مسئله پیشنهادهای خودشون هم تاجیکستان هم ازبکستان هم قرقیزستان پیشنهاد نمودند که برای آموزش. هنوز روشن نیست که این بخش سرحد که باعث جنجال میان شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان می شود کی علامتگذاری خواهد شد و هم معلوم نیست که چرا تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات مذاکرات خود را از مردم پنهان می دارند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.